درباره اون نریمانی که هر دو مرد زندگی من از پیشم گرفت فکر کرده بیدار شدم و یک روز جدید آغاز کردم. جانم همه چیز بالاخره خوب خود شد. راستش ای که خوب میشه یا که بدتر و مرور زمان خود دیدم. حال دیگه من پشت اونا را رها کردم. هر قسمی که میخواین زندگی کردن میتونن. در مقابل نریمان هم پدرم هم مجید هر قسمی که میخواین میتونن رفتار کنن. صبح بخیر. بهترین و مقبولترین خواهر دنیا. چی شده؟ من خود چیزی را نفهمیدم. همیاله به مادرم میگفتم که دیشب چه قسم چشمای من باز کردی. میشه برام بگویی پیلین من چی کار انجام دادی؟ گفتی توقف کو. گفتی پیلین توقف کو. بله حق با تو بود. من ضرورت ندارم کدام کاری انجام بدم. بیاز وقت نریمان و مجید یک قسم طرف همدیگه میدون بالاخره خسته میشن. فقط منتظر مجید و نریمان میباشم. همی که اونا زیاد خسته شدن من باید بسیار قوی باشم تا یک کار کده بتونم. با امید دیدار. مادر من واقعا از این رفتارش میترسم. ما هم تو دخترم. ما هم تو. آه جانم یک دانیم مرا قسم جگرخون میسازی. زندگی است که بسیار خوب یاد داره که آدم ها را چه قسم ناراحت بسازه. ما و جهانم کاملا همین قسم در هر جای تناوا همیشه بدبخت و همیشه بیچاره بودیم. نریمان به چهره جهان نبی او زیاد گپ نمیزنه اما او زیاد جگرخون بود به خاطر که مادرم ما را ترک کرده بود. البته وقت مادرم رفته بود من بسیار خرد بودم چیزی را نمیفهمیدم. همین قسم است که وقتی آدم قیمت چیزی را که داره نفهمه وقتی از دستم بده برش ارزش نداره. جانم بیبی قسم رفتار نکو که پدرت مرده باشه. اگه در کدام کشور دیگه باشه زندگی میکنه. زنده است. بله زنده است. ما یک بار بر ما پول روان میکنه او وقت میفهمیم که پدر ما زنده است. نریمان بیبی من چقدر خوشبخت هستم که بسیار یک پدر خوب دارم. نه تو هم دیدی کسی را که چهرهش نمیبینیم فقط پولو را میبینیم. نامش فقط در مدارک و کارت بانکیم نوشته است. اما فخری تو قبل از یام خب پدرت نمیدیدی؟ نمیدیدم بله اما همون سایه او بر ما کافی بود. نریمان با اونور بگو با اتاقم بیایه. آمده نمیتونه چون که تا حالا نامده. گفتی نامده؟ وقت آمد برم خبر بدم. البته آقا. شماره را که دایر کرده این فعلا خاموش باشد. لطفاً پیام خود را بگذارید. کجاستی اونور؟ صبح بخیر پدر. اما نمیرم فخریه. خب چرا؟ فخریه اگه امروز من تو را تنابانمو برام بعدش اگه تمام عمرم همراهت باشم فایده نداره. آی صدقه چم جان خواهر بیبی توی کارا به خاطر میکنی که گریه نکنم اما این قسم گریه بیشتر میشه. حالا بخیز باید بری آماده شو. تو باید به کورس بری. آینده من خب بیاز سیاه از حداقل از دور خب باید نجات بدیم. به کورس برو و به مجیدم سلام من برسن. فخریه من امروز بدون تو هیچ جایی نمیرم. ببین اگه ضرور باشه که من از این دروازه بیرون شوم با ضرور است. پس وقت باید یک جایی بریم. کجا بریم؟
نه که به نمایشگاه رسامی میریم؟ بله، اول به نمایشگاه میریم، بعدش هم پیش مجید میریم. تو؟ من؟ و او مجید آرجا اخلو. باور کو تو براستی عقلت از دست دادی جانم. من خواهی قسم اونجا آمدن نمیتونم. همین قسم بیا. آیش بیا دیگه که کم آرایش کنیم. بسیار هیجانی هستم. از شفاخانه مرخص شد؟ یعنی صحتش خوب؟ از کدام خطر خونی است نه؟ اوه خدا را شکر. گفتن چی مشکله؟ پای شکسته؟ درست است، بسیار تشکر. پای شکسته، از شفاخانه بیرون شده، حال خانه بردنش. بازم شکر کنین، خدا رو شکر که از او بدتر نشده. ما خوش شکر میکنیم. اما خانم قدره چی خود گفت؟ او حال ما را آرام نخواد ماند. حال چی خود کردیم؟ ای یارسته. مادر خوب است؟ این زیاد خود درد نمیکنه؟ چوب باش احمق. تو کور هستی نمیبینی؟ خوب بیبی ما به خاطر تو به ایالت افتیدیم. تو چه قسم اولاد هستی؟ اونا حسابی کار خود خواد دادن، تشویش نکنین مادر. یگاد ثبوت باشیم، موضوع را کلان نساز. کلان نکنه ها؟ کم مانده بود که ما بمرم. اسماعیل تو میگی موضوع نباید کلان شوه؟ بسیار درد میکنه. دوای من کجاست اسماعیل؟ حالا میارمش، صبر کن. حالت ما خوب میبینی اما تو نیست. از خاطر خانم تو ما به ایالت رسیدیم بچه. در این سن سال مثل معیوبا شدیم. سر پا استاد شدن نمیتونم میبینی. به خانم زهرا گفتم، ازش معذرتم خواستم. گفتم بیا که آشتی کنیم. گفتم بسیار پشیمان هستم. گفتم حیف است، نباید این جوانا را از هم جدا کنیم، گناه داره. اما او زن مثل بلا سر مملکت. اصلی کدام کار نکرد مادر؟ چطور نکرد؟ وقتی که مادرش مرا از اینا پایین انداخت و همه قسم سایل کرد. حالا کی متوجه من خود بود ها؟ هیچ خلاص نمیشه اولادا، خلاص نمیشه. غم ما کم بود که حالا باید به خاطر خانم قدریم جگرخون باشیم. نمیفهمم چه قسم از اینا پایین افتید. مثلی که کدام توپ فوتبال از اینجا پایین بندازی همه قسم لول میخورد شاید. نزاهت خواهر بعد است. چی کنم خندین گرفته گم. ایره نگفتین که از کدام پته لول خورد بشه. بیاد از همین پته اول لول خورد تا پایین همه طرف. نزاهت بشی. سلام رویا. سلام. با هم گپ زدن میتونیم؟ نه خیر، من شرکت نیستم. تو پیش شما آمده میتونی؟ درست است، تو کجاستی؟ مادر من بیرون میرم، اگه چیزی شد برام خبر بده. خدا کنه چیزی نشه که مجبور شویم برات خبر بده. خدا کنه. خدا حافظتان. بخیر بری، خدا حافظ. آیسته از اینا پایین شو، شاین که نفتی. آیسته گلتر خاله، مام همراه نریمان به نمایشگاه رسامی میرم. گپ خوب از دخترم. آفرین، مقبول اکایم. بخیر برید. خدا حافظتان. ما میریم پدر جان. خدا حافظتان دخترم. بیادر متوجه نریمان شدی؟ نخواست که فخریه را تنها بانه. نریمان هیچ کس در نیمه را نمیمونه گلتر. با هر کسی راهش انتخاب کنه با همو به پایان میرسانه. بیادر تو حالی گپ به خاطر فخریه دخترم گفتی یا به خاطر شاهی؟ به خاطر نریمان گفتم.
اصلی؟ هیچ تشویش نکو جانم. خانم قدریه را چیزی نمیشم. گریه نکو، بزودی خوب میشه. این کار از خاطر من شد خواهر، فقط از خاطر من. طرف ما بی جانم، ده هیچ کدام این کارا تو ملامت نیستی. یک حادثه بود. خب حالا کی متوجه خانم قدریه خود بود؟ اصلی نگویی که میخوایم. خواهر امرا آمده. مادرم کدامتان از رای زینا تله کردین؟ فقط یک حادثه بود. قسم میخورم یک حادثه بود. حادثه بود؟ تمامتان حسابی کارتان خود پرداختین؟ بچیم یک حادثه بود. ای که مادرم به این حالت رساندین و زودی سزای کارتان خود دیدین. ما با علیه شما شکایت میکنم. همگی خود فهمیدن که در این خانه قاتلین زندگی میکنن، نه شهروند عادی. توبه خدایا. قاتل چی؟ کدام گناه بچیم؟ چرا مادت از اینه تلک کنیم؟ یک بار تعادل خود از دست دفتن از اینه پایین افتید. یک حادثه بود مادر. اصلی یک حادثه بود. بیاین مادر، بیاین داخل. من همراه مجید آرجاغلو معرفی خواد شدم. آی نریمان بسیار هیجانی هستم. مجید اون وقت تو را ببینه بسیار متعجب خواهد شد. بیبی چی میگم؟ نمیخوای مو آدم اما تعجب بسازیم. یک بار برش زنگ بزن. نمیخوای مزاحمتان شوم که اونا راحت شوم. نه خیر چیز نمیشه، تو تشویش نکن. بیبی دختر به این بچه نباید هیچ وقت دل بسوزانی. حالتی را بیبی چه قسم از پیش ما تیر شد. میفهمی به نظر ما حال شاهین در قصید نیست. باید هم همین قسم میشد. فخری ما خورد بودیم، حال کلان شدیم. به خاطر رویا حسادت نمی کنی؟ برم راستت بگو. حالا چشمای ما بدون مجید هیچ کس دیگران نمی بینه. موضوعات جلسه فردا در دوسی است. سر میزتان میمانم آقای مجید. تشکر میکنم. بجای آقا و نور امروز یکی با یک مدت اعلان نتین، درست است؟ بیازو ضرورت به اعلانم نیست. آقا کریم مرا بجای آقا و نور استخدام کردن. رفتم میتونی. بچه شما آقا مجید. برش گفتی؟ بله. فیگم از هر قدمه که میمونه، از هر کاره که میکنه باید من خبر شوم. درست است. اما اگه بازم میخوای بیشتر مطمئن شوی باید هر چیزو تراشی بچه تا همراه پیلین کنی کریم جان. کاکا کریم؟ پیلین، مجید به تو ضرورت داره. فکرش بسیار مخشوش است. تو باید مانع شوی که او کدام کار غلط نکنه. من هر کاری که از دستم می آمد انجام دادم کاکا جان. حال دیگه مجید باید به خاطر خودش یک کار انجام بده. نفهمیدم. یعنی باید بگویم مجید همراه نریمان است. میفهمین حال هر کاری میخوای انجام دادم میتونه. پیلین جانم، تو مجید معذرت میخوایم اما او مسئله گذشته بود. حال دیگه فقط مجید و نریمان هستن. یعنی اگه شما میخواین درباره آینده مجید فکر کنین باز همراه منه، همراه نریمان گپ بزنین. یک کمی هم شما کوشش کنین.
سلام. خوش آمدی. چطور هستی؟ خوب هستم، اما تو خوب معلوم نمیشی. حال با هم دوست هستیم، نباید چیز را پوت کنیم. بسیار خوب، بس اول من گپ میزنم، اما تو هم نباید چوب باشی. قبول دارم، اما اگه فرار میکنی هیچ رو نمیکنم. همین جستم. دیشب ما دیدم وقتی که او تو را با من یک جای دید بسیار ناراحت شد. رویا. شاهین، لطفاً برام اجازه بده که گپ بزنم. شاید بار دیگه نتونم با جرات گپ بزنم. کاملا واضح است که تو نریمان فراموش نکردی. هنوزم در قلبت جای داره. اما نمیخوایم که این قسم همراهت بده و کارت را بیشتر ازی سخت بسازم. اگه احتمال کمی یک جا شدن تو نریمانم باشه، با زور از خاطر مرز نتی. درست است. حالا که قرار شد چیزی از هم پوت نکنیم، گپای مرا گوش کن. حالا ما برای درباره نریمان، مجید و شاهین میگم. تو هم باز تصمیم بگی که میخوای در داستان چی نقشی داشته باشی. خوش آمدی فایزه جان. خوش باشی. چقدر خوب کردی که آمدی. بیا بیشی. چطور هستی؟ من خوب هستم. تو چطور هستی ایشا؟ اونقدر خوب معلوم نمیشی. راستش هیچ خوب نیستم فایزه. مجید مرا بسیار خسته میسازه. ایره خو میفهمی با گفتن نمیشه. مجید واقعا عاشق نریمان است. چشماش دیگه هیچ کسی را نمیبینه. راستش ما مذهبی خاطر آمدیم ایشا جان. باید مواظب دختر خود باشم. ازت خواهش میکنم که همراه مجید گپ بزنی. چندین بار گپ زدم اما هیچ کدام نتیجه ای نداد. هر باری که از پیلین برش گفتم ازت خواهش میکنم که مجید از دخترم دور نگاه کنی جانم. به خاطر که مجید و نریمان با هم زیاد خوش هستن. نمیخوایم که ازی بیشتر به خاطر اونا پیلین به خود ضرر برسانه. این موضوع چند روز است. تو خو به خوبی مجید میشناسی. پیلین بازیچه دستی مجید نیست ایجا. حتی امکان داره که مجید ایره نفهمه. شاید که ماجرای نریمان یک روز تمام شوه یا سالهای دما پیدا کنه. در هر دو حالت قرار است که مجید او را از دست بده و فراموش کنه. پس چرا باید پیلین در این بین شاهدی همه چیز باشه و ضربه بخوره؟ باید آخر این داستان یک نقطه پایان بانیم. گفتگوی مهم و محرمانه ما تمام شد. از این بعد نمیخوایم مجید در کنار پیلین ببینم. نریمان فکر کو که من آمدیم پیوز و من اینجا را بلد نیستم. همینجا حساب میباشم. نمیشه فخریه. بیا خسته نباشین. میبینم که کارتان حسامی میکنین. کار بسیار مشکل هست. فخریه جان لازم نیست که به اینو چیزی بگویی. واقعا چه بفهمم همه تو گفتم. بریم. اول مجید آرجا اغلو آمد. فکر کردم که نریمان ازم دور شده. قبل از آمدن مجید به زندگی نریمان او مرا ترک کرده بود. اگر نریمان واقعا مرا دوست می داشت و مرا می خواست باز همراه من می بود. با مجید یا کسی دیگه ای نمی بود. هیچ عشقی به خاطر کسی دیگه از بین نمیره و هرگز تمام نمیشه. بله حق با تو هستم. چیزی که میخوایم برات بگویم ایست که اگه عشق دو طرف واقعی باشه مطمئن باش که در بین رابطه ما بازو حتما جاودان می باشه. نریمان با دیدن تو هیچ جایی نمیره رویا. اگه بره باز دوباره پس نمیایه. شاهین باور کن در حالت نیستم که گپایت درک کنم. ما نمیخوایم که تو از خاطر نریمان کمی هم رنج تحمل کنی. به خاطر که بیبی
گپ زدن در باره برام بسیار سخته. رویا فعلا در موقعیت قرار دارم که برات هیچ وعده‌ای داده نمیتونم. من تو رو فریب داده نمیتونم. میفهمم. بسیار با ارزش هستی. تو هم بسیار با ارزش هستی. اما کاشکی رو درک کرده بتانی. فخریه نریمان سر از این تنست. نخیر جانم، من خدایی باره هیچ چیز نفهمیدم نریمان. خدا حافظ ایشه جان. نریمان این چی هست؟ نریمان چقدر جالب. پس دختر نازان تو هستی؟ فایزه جان لطفا. در این صورت پس شما باید خانم و مامایم باشین. هیچ فکر نمیکردم بالاخره بتانی به این حد برسی جانم. از وقتی به دنیای هنر آمدی معلوم میشه به سرواز خود رسیدگی میکنی. مادرتان مثل تو شروع کرده بود با امیدهای بسیار بزرگ. مجبور نیستم به گپای شما گوش بدم. اگر یک قدم دیگه پیش روی کنی باز او دنیای کوچک در بر جهنم میسازم. نریمان خوش آمدی مجید جان. فکر کنم معرفی شدیم. بله امیال معرفی شدیم. میخوایم که تو هم از این بیشتری دختره بشناسی جانم. خوب هستی؟ فایزه جان نریمان به خاطر آموزش رسامی میه. نمیخوایم در باره کدام غلط فهمی شود. من نظر من اگر چشمایت باز کده کل چیز ببینی باز خوب خواد شد. ایجا خانم ما امروز مجید مادر جان ما باید همیاله بریم. تو دیگه کی هستی نشناختم. فخریه استادیجه تو جایی که امروز دیدم هنر رسامی کار بسیار سخته بوده. همیال به این نتیجه رسیدم دستایتان درد نکنه. همیشه رسامی کنین. روز خوش. نریمان منتظر من نمی باشی؟ من خب بدون تو هیچ جایی نمیرم. این نزدیکترین و بهترین دوستم است. همرازم، دیروزم، امروزم، طفولیتم. البته میتونی من تنها فخریه هستم. بالاخره با هم معرفی شدیم. از دیدنت خوش شدم فخریه.
باور کردن نمیتونم که دیدمت مجید. حالا دیگه بیاین که بریم. نریمان. ویام مجید. همه قدرها چقدر خلاص معرفیش کردی. راست میگی، معذرت میخوایم. یام راست میگه بریم. کجا بریم شاه دختر؟ میخوایم که ما از اینجا بسیار از جای دور ببرین لطفا. فخریه نباید قدر دور بریم. نه خیر نریمان، امروز هر جایی که فخریه خواسته باشه همونجا میریم. اوه خدای من، مجید عالی هستی. فخریه تو واقعا دختر مذاقی هستی. تو هنوز مذاقای دیگه ای را ندیدی. حالا دیگه بریم که بریم. میبخشی؟ کجا میری؟ به اتاقم. آقا نور چی؟ آقا نور استفاده. بعد از این دیگه مستم. بسیار خوش شدم، تبریک باشه. پلین خانم در دفتر آقا نور است؟ نه خیر، سر از امروز آقا نور به وظیفه‌اش نمیاد چون استعفا داده. راست بگین؟ باور کنین من به اندازه شما جگرخون شدم. میبخشین. بله؟ دختر مقبول متوجه باش. ازگور؟ بله خودم هستم. پلین خانم در دفترشان منتظرتان است. درست است، بسیار تشکر. میشه که یک گلاس قهوه با هم بنوشیم؟ با کمال میل. درست است، پس عجله کن. روز خوش استاد احمد. خوش آمدین گلتر خانم. میشه برام دو دانه نان گرم بتین استاد احمد، اما کاملا پخته شده. بله البته. وقتی در وقت شب امبولانس به منطقه ما آمد ترسید. اتفاق افتاده که امبولانس آمده بود؟ به خانه زهرایشون آمد، خبر نداری؟ گفتی خانه زهرایشون؟ آی خدا جزای ما بده. زهرا؟ گلتر خانم جان سلام علیکم. معذرت میخوایم استاد جمال. قادریه خانم از شفاخانه به خانهش بردن. احوالش دارین؟ چطور از خبر دارین؟ خبر دارم عفت، خبر دارم. باورم نمیشه کلان زن از اینا چطور افتیده باشه. بعد است نزاهت میرون باز میکنم مادر. اصلی؟ دخترم تو به دیدن خوشید نرفتی؟ دخترم برو جای دمکای سات نشو. پای او زن بیچاره را گد کردن. نزاهت قدریه خانم چطور از اینا پایین رفتید؟ آی نیکه شما جنگ کردین چطور؟ آی همیال خبر شدم. خواهر و زن بیچاره پای شکسته. حتما قسمتش بود دیگه. چطور هستی حفت جان؟ حسابی کارتون انجام دادید. مرتب امرا کل چیز میگم. من میگم که با چی خانواده‌ای وصله نکنه. بیاید خطا.
حالا از این بیچاره کی مواظبت خواهد کرد؟ کس و کویم نداره. آسی تو با دیدن خوشید نرفتی؟ کلگیتان جزای کار را که امرای مادرم کردین خواد دیدن فهمیدین؟ حادثه بود بچه، قسم میخورم که ناخواسته شد. علیتان شکایت میکنم. کلگی خواد فهمیدن که در این خانه قاتلین زندگی میکنن. بله. چقدر مقبول. اصلی چای دم نکردی؟ اصلی اصلی باور کو بی عقلی کردی، نباید دی کارا میکردی. بیبی مایی طفله به هیچ وجه نمیخوایم. این کار گناه نداره مادر، ازش نفرت دارم. امروز نظرم مرده. مادر امرو چی شده؟ از خانواده ما چی میخوایی؟ بگو کجاست ها؟ خبر شدم که یک بچه اینجا آمده. گم شو. اینجا یکی به خود پیدا کردی ها؟ گم شو. زود باش بگو بچه کجاست؟ بگو. دیگه تحمل ندارم مادر، بس دیگه. تمامش هم به قدر است.
آخرین البومت در بخش جداگانه گرفته، امیال ای قرارداد امضا کن. زود شدگم. تبریک باشه جوان. زنده باشه. یا قمیه بیادر. شاهین لطفا عجله نکن. چی شد رشاد؟ جانم نیک شیرینی تا میخوایی؟ رئیس او طرفنامه انگره بیبی راستش از بین پولی که او شب سر میز مانده شده بود پیدا شده. من فکر میکنم اشتباه نفتاده باشه. اگر گفتم شاید کدام سر نخی باشه. اما امروز یک بار اونجا میرم. زنده باشین. استاد جمال شیرینی فروش. من باید برم. از خانه زنگ زده بودم. درست از جوان. بخیر برین. قرارداد خو امضا کردین؟ خوانده نتونستم. در خانه میخوانمش. باز امضا میکنم. چشمای یام باز شد. امره ای برای من یک بالشت دگام بیار. پشتم بسیار درد میکنه. درست است. اصلی برای من یک قهوه بیار. بیا نریمان شما برین. من این جنبه اینا تصویری میکنم. درست. نریمان مرا در اینجا فراموش نکنین. تشویش نکن. فراموش نمیکنین. به خاطر که شما بسیار خوش هستین. نی آی چقدر به هم میزیبن. بخوری 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 آهسته آب بگیری. از این شراکت بسیار خوش شدم. من فکر میکردم که فقط تار میخره. یعنی شما شریکم شده؟ بله. کارخانه تار ازگور همراه ما قرارداد امضا کرد. عالی است. تمامش کارهای مجید است. بسیار زیاد هوشیار است. بر قسم به شرکت آرجا اغلو و با استانبول عادت داده که هیچ نپرس. ازگور یک سوال. تو دوست نداری؟ نه خیر. دخترها رفتار من خوش ندارن. رفتارته؟ همیشه میخواین برشان کار انجام بدی. یعنی اگه هیچ کار نمیتونی باز مجبور درد ببینی. هر قدر فداکار باشی همو قدر عاشق میشی. اما من فقط میخوایم همراهش نفس بکشم و نفس بدم. یعنی چی؟ یعنی به دختر ضرورت دارم که مرا زنده نگاه کنه پیلین جان. وای کنار آمدن با تو سخت است. به اجازهتان من دیگه میرم. کجا میری آرزو؟ میرم که پدرم ببینم. من میخوایم امشب با هم باشیم. یعنی همگی ما یک جا. درست است. فکر خوبی است. خوب است. باز میبینیم.
باید برات یک گپ بگویم. ما فکر میکنم که البته فکر خونه تصمیم گرفتیم که به زودی همراه خواهر دوست شوم. مذاق میکنی؟ بسیار جدی هستم. یا ما خیلیش هست. تمام شد. بله بسیار تشکر. نریمان چطور است؟ خوب است اما با تشویش است آقا سلیم. شیخه جان من ازت یک خواهش دارم. میشه وقت نریمان اینجا میایه، یعنی وقتی به دیدنت میایه باز به یک شکل به اتاقم بیاریش. البته کسی از این گپ خبر نشه. البته. آی میشه که ما ازتان یک چیز بخوایم آقا سلیم؟ او قاب عکسی که شکسته بود میخوایم تبدیلش کنم. عکس خانوادگی مهم است، نبودنش کاملا احساس میشه، یعنی در سر میزتان باید باشه. به نظرم کاملا خوب معلوم بشه. روی میزان باز شد. درست است، بار دیگه تکرار نمی کنم. راستی شما به خاطر غذا سفارش شده بودین؟ بله، اگه متوجه باشی خوش میشه. بله البته. تنها می باشین یا کمرای کسی؟ فکر میکنم که تنها نخواد باشم. به چی فکر میکنی؟ به چیز فکر نمی کنم، فقط احساس میکنم. بسیار خوب است، پس ایره بگو که چی احساس میکنی؟ اولین بار است که تجربه میکنم، یعنی عشق، اما نمیفهمم چطور تعریفش کنم. فخریه این بار دوم است. بار دوم بود نی؟ ما از اینجا میرم، بعدش این طرف هیچ نمیایم. درست است، باز میبینیم. آی نه خیر فخریه، صبر کو. حالی که تا اینجا آمده نمیخوایم یک جایی ببرمتان تا با یک دوست معرفی شوین. میشه که یک روز دیگه بریم؟ نه وقت میشه. یک دوست خاصم است، میخوای رد کنی؟ چطور میتونم که گپت رد کنم؟ آی 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 وقت دو دل داده یک جای شوند باز احساس عالی می داشته باشن. البته دیگه عشق کمی است. آی همیشه همه تو باشی. بسیار دوست دارم. برات گفتم که دوست دارم. من نشنیدم. فخریه تو شنیدی؟ راستش یک پسپسک در گوش مامت اما نفهمیدم. بسیار دوست دارم. ها حال درست شد. همیشه با صدای بلند بگو، درست است؟ آی نام خدا، نام خدا. آی خدای همیشه خوش باشد، همیشه خوش باشد. خواهر چی شده؟ مادر چی گپ است؟ اصلی چی شده؟ رفت. شاهین نرو بچه، نرو.
آسلی بر نمیگرده. اگر نمی رفت باز در مقابل به جان خود ناراحت می بود. شما هرچی می کردین فکرش به اونجا می بود. نزاهت دخترم من دیگه میرم. اگر کار داشتین زنگ بزنین. بچه اصلی وضعیت تحمل کردن نمیتونست با آنکه صدای وجدان خود بشنوه. وقتی که چشماش خوب و بد دید بر میکرده. آخرین جلسه‌ای که تصمیم گرفته شده می بود. میشه که ساعت جلسه را با آقا مجیدان بگویی لطفاً؟ آقا مجید در شرکت نیستن پلین خانم. بسیار خوب، جلسه خود شروع میکنیم. خوش آمدین آقا مجید. خوش باشین کاکا صالح. چطور هستی؟ خدا رو شکر. خوش آمدین. سلام. غذا آماده کنم، بخاریدم روشن کنم؟ نه خیر کاکا صالح، وقت نداریم. فقط به دیدن دوغان آمدیم. او کجاست؟ دوغان میگن. او ده اونجاست. آخرین بار با نازلی دیدمش. هیچ حیران نشدم. نام دوست دوغان است؟ بله نام دوستم دوغان است. درست است کاکا صالح، ما پیش دوغان می باشیم. هر قسمی که میخواین. مجید اینجا بسیار جای زیباست. بله همانطور است. خسته نباشی. خوش آمدین آقا مجید. خوش باشی. خوش آمدین. سلام، من نریمان هستم. خوش آمدین. چند دقیقه پیش مجید درباره شما میگفت. راستش من میخوایم خانم نازلی را ببینم. اونام اینجا هستن؟ بله البته هم اینجا هستن. نازلی خانم ای است. و ای اسب زیبام است آقا دوغان. مجید. بله بیا. دوغان؟ نازلی خانم؟ او هم آقا دوغان است همونطور است؟ بله همونطور است. دستت پیش کن. مجید به خاطر امروز واقعا بسیار زیاد تشکر. بسیار خوش گذشت. یک قسم نگو، باعث افتخارم است. ما ازت تشکر میکنم مجید. چرا تشکر میکنی؟ ما بیگانه هستیم نریمان؟ یک دقیقه زود قهر نشو. این تشکر به خاطر بود که مرا دوست داری و اعتماد من نسبت به عشق زیاد ساختی. نریمان همیالا برو.
بخیه بسیار خوش است. وقتی که من اینقدر خوش باشم باز تو باید در هوا پرواز کنی. باش یک گپ برات بگویم. درست است که مجید جذاب است اما تنها جذاب نیست. آیو بسیار شیرین است، بسیار دوست داشتنی است. ما هستیم گلتر خاله. بیاین. اما زیاد خانه وقت نکردیم نی؟ نه خیر دخترم، هیچ فرصت پیدا نکردیم که درباره شما فکر کنم. چی شده؟ آزلی دوباره رفت. آزلی کجا رفت؟ نه که به خانه قدریه خانم رفت. آی نه خیر، بخیالم قسمت نیست که ما یک روزم خوش باشیم. چرا دوباره اونجا رفت؟ قدریه خانم از زینای خانه زهرایش نفتیده و پای شکسته. یک دقیقه. اوه خدایا شکر. اوه این قصه طرفم نبینین چون حقش بود. ادامه بدین گلتر خاله. پس رو چیزی که باید میگفتیم گفتیم اما عمل نکردیم. شایقه چرا نمیفهمی؟ اسم خوبی نمیبینی؟ آسلی بیچاره. احمق هسته که ای قسم نگو شایقه. به خاطر رفته که او بلا سر قدر خانم آمده. آی من نمیفهمم که به یک آدم بی وجدان چطور وجدان خود نشان بدیم. شما چی قسم مردم هستید؟ اینجا چی قسم یک جای است؟ مادر بعد از اتفاقاتی که امروز در کارگاه افتاد بی‌صبرانه منتظر هستین که چیزی بگویین. شما و خانم فایزه در مقابل نریمان بسیار یک جوری عالی بودین. تشویش نکنین مادر جان. با گذشت زمان عادت میکنین. کل ما عادت خود کردیم و قبول خود کردین. نریمان جانم چرا زنگ نزدی مجید؟ مجید ما پشت تو زیاد دق شدیم. درست است پس بعداً باز گپ میزنیم. کی آمد؟ همه گلترت آمد؟ شب بخیر. شب بخیر. نریمان در خواب درباره ما نباید چیزی ببینی. چرا؟ باید در بیداری ببینی چون در بین ما هیچ چیز نباید یک رویا باشه. اوف خدای من. اوف چی شده دخترم؟ باز چی شده؟ دیگه چی شوم مادر؟ دیگه چی شوم؟ سرم ناوقت شده. اما من آمده بودم که تو رو بیدار کنم. بسیار خوب خوابیده بودی، دلم نشد. تشکر مادر. زنده باشین ببینم اونم دل میسوزونن یا نی. اما مام یک بار تا قرطاسی فروشی میرم و بعد لوازم ضرورت دارم. خداحافظ دخترم، متوجه خود باشین. این عکس هم بسیار از یک شخص مشهور است اما چهرهش به ما میمونه. وای بیادرم چی گپ است؟ از کجا شروع کنم؟ از صفحه اول شروع کن دیگه. وای بیادر نفر تو آمد. خب با هم جور آمدین؟ و این نفر واقعا دوست دارم. دوستم شاهین بیبی با این شخص باید خوب رفتار کنیم. آینده تو دستای او است. با نظر من خود تو باید دستای احمق ببوسی دیگه. توبه توبه. وای بیادرم اینجا آمده.
استاد جمال شیرینی پس. بله همه قسم است. دیشب در یک رستورانت ای شهر یک جوان ای کارتا فراموش کردم و امرای او خانم ما بود. خب تو امروز کورس نمیری؟ نه خیر. امرای مجید چه قسم ملاقات میکنی؟ نمیفهمم. پس به شرکت بیا، هم منم میبینی و هم مجید متعجب خاک ساختی. چطور؟ نه خیر شایقه، اونجا آمدن نمیتونم. اوف نریمان، ببین این قسم ادامه دادن نمیتونین. او بچه به خاطر تو چی کارایی که انجام داد، تو به خاطرش یک کاری کن. مام حاله امی که به شرکت برام به مجید میگم که نریمان اینجا میه. شایقه نه خیر نمیشه. جهان چی شده؟ ای خو احمق از دیگه هیچ آرام بودن نمیتونه. شایقه باید یک شکم لغت شوه که بازگپ بفهمم. بسیار احمق هستی. جهان چی قسم آدم هستی؟ جهان آرام باش. اعلام که بیادر تو کی هستی اینجا آمدی؟ انسان بی غیرت. جهان بخیر. اعلام که تو آدم هستی؟ اعلام باش جهان. آرام باش کپ بزنیم آرام باش. بیادری یادم شایقه را. یه احمق زندگی شایقه را تباه کرده. یادم خوارج به آدم نمیمونه. احمق بیشرف. آرام باش. بازو بفهمونمش. آرام باش. به منطقه ما خوش آمدی. چی گپ شده شاهین بیادر؟ درست است گپی نیست. شما برین. شاهین استاد بعدن برتان توضیح میتونم. معذرت بخوای. معذرت بخوای احمد. گفتم معذرت بخوای. معذرت بخوای احمد. معذرت میخوایم. اما ما قبول نمیکنیم. برو گم شو احمق. درست هست بیادر شما برین. گپی نیست برین. شایقه بعضی از ما واقعا انسان نیستیم. حتی از حیوانان بدتر هستیم.
جهان یک دانه پدر مرا چی شده؟ تو را چی شده؟ گریه نکن جانم، تو را یک قسم از دست دادم. دیروز فایزه به کارگاه آمده بود. چی میخواه؟ او میخواه که مجید از پیلین دور باشه. درست همه قسم گفت. او گفت اون معامله پنهان که بین ما بود تمام شد. بچه تا از دختر ما دور نگاه کن. خوب است. به نظرت فایزه درباره شرکت چیزی را میفهمه کریم؟ مثلا چی را؟ مثلا ای که در این نزدیکی ها ما کاملا به پول خود شد. این قسم امکان نداره. ببین این موضوع مرا کاملا راحت ساختی. در این صورت او شاید فهمیده باشه که تو مجیده از تخلص آرج اغلون محروم ساختی. اگه مجید بدون خواستم عروسی کنه باز صبح بخیر. صبح بخیر جانه. شکر که دیدیمت. در شرکت کارا چطور است؟ کدام برنامه داری؟ بچیم خوب است. یعنی خوب است. تشویش نکنین پدر، من متوجه کارهایم هستم. تو کی را فریب میتی؟ فقط میگی که متوجه هستی. دیروز پیلین دمیرخان دا نبود تو یک جلسه را رهبری کرد. کدام جلسه را؟ شرکت توی داره میکنی یا پیلین؟ برم بگو. دیروز کار بسیار مهم داشتم، به خاطر جلسه را فراموش او کار مهم تو خود نریمان نیست. مجید از توی توقع رو نداشتم. تو با دستای خود شرکت به پیلین تسلیم میکنی بچه؟ قسمه که براتان گفتم مادر، من متوجه کارایم هستم. متوجه نیستی جانم، چون که عقل تو در سرت هیچ نیست. مجید عاشق شدن سر کسی که دنیای او کوچک باشد تاوانش سنگین میباشه. در تمام عمر مور پرداختن نمیتونی. باید به گپای مادرت گوش کنی. او خودش در این موضوع صاحب تجربه است که چه قسم در گذشته یک عشق بزرگ تجربه کرده تمامشه. باید برات واضح بگویه. شما یک جای گذشته را تحلیل کنین. شاید که بر امروز کار کرده بتانین عزیزایم. مجید مادر فعلا نه لطفا. با او چتیاتی که پدرت گفت باور نداری همونتون است؟ چتیات؟ به نظر من پدرم واقعا اشتباه میکنه، چون که اگر تجربه می داشتن اونا چتیات نمی گفتن. همونتون نیست مادر؟ مجید ما باید با هم گپ بزنیم. لطفا برام اجازه بده که به تو همه چیز بگویم. لطفا نمیخوایم بیشتر از این چتیات بشنوم. خانم پیلین، آقا مجید تا حال نامدن. کجاستی مجید؟ میایم پیلین. من از شایقه امروز صبح بعضی گزارش ها را خواسته بودم، برش بگو عجله کنه. خانم شایقه هم تا حال نامدن. امروز چرا هیچ کسی سر کارش حاضر نیست؟ پیلین میتونم چند دقیقه همراهت گپ بزنم؟ من اونقدر وقت ندارم که صدای عذاب وجدانت بشنوم. پیلین تو خدا نباید با نریمان مقایسه کنی. تو دخترم هستی و نریمان خواهرزاده‌ام است. چه یک پیشرفت بزرگه. تا دیروز من دختر یک دانه تو بودم و نریمانم هیچ نسبتی نداشت. هیچ نسبتی. متوجه این موضوع هستی پدر؟ ای که نریمان چقدر زود جای خود تغییر میتن؟ پیلین خوب استی شایقه؟ بله خوب استم، اما وظیفه سر ناوقت شد.
خب یک چای بنوش باز برو. درست است، می نوشم. بله. نریمان چای طبیعی. چای. نریمان چی شده؟ تو همراه شاهین چی کار داری؟ در منطقه ما یک حادثه کوچک شد، از او خاطر ما یک جای هستیم. با تو مجبور شده که همراه شاهین چای بنوشی، همانطور است؟ نمیشه که بعداً گپ بزنیم. هر دوی ما ضرورت داریم که کم آرام شویم. درست است؟ حالا هیچ چیزا نمیفهمم. چرا؟ به خاطر که شما هیچ چیزا برام نمیگین. خوب است جانم، من میرم که اینا بتونن براحتی کنه برات قصه کنن. بیبی شایقه، میشه ممتاز گامرای تو بیایم؟ البته، بیا. متوجه باش. خب کدامتان شروع میکنین؟ خب دیگه دم اینجا در موتر بالا میشه. خب درست است، روز خوش. با تو هم. با امید دیدار. با امید دیدار. خیرت است؟ جهان بگو. ببین متوجه این حالت باش، با آدم خطرناکی است. راست شایقه، با نظرم باید او متوجه خود باشه. ما مثل نهاد آدم های زیاده را دیدیم، اما او مثل ما آدم ها را ندیده. نریمان تو خوب هستی؟ خوب هستم. کاش یاد سر نمیدیدی. شاید میرم میفهمم که او شخص رئیس تو است، اما به خاطر شایقه بدونی که فکر کنی آینده تا تبا کردی. اگه تو میخواستی باز ای کارا نمیکردی. تو واقعا بسیاری یک انسان خوب هستی شاهین. دهنه بستکو. ای من خود دست نزدیم. حالا امره ما زبان بازی هم میکنی که من دست نزدیم. خیمه به ناحق چیغ میزنم. ای برو دروازه را باز کن. امروزدن؟ بفرمایین، من خانمش هستم. بفرمایین، اینو بگیرین اینجا امضا کنین. خیر ببینین. این چی است؟ نمیفهمم، از محکمه روان شده.
تشکر میکنم. روزتون خوش. این چی است؟ جمهوری ترکیه. نظر به شکایتی که علی امرا شده به دادگاه احضار می شود. جلب محکمه است. به خاطر تو مرا به محکمه خواستن بلای آسمانی. گپ ما گوش که اصلی. امروز رفته به محکمه یک عریضه نوشته که درست است و او شکایتت پس بگی. اگه ای کار نکنی باز بر علیه مادرت به خاطر سوء قصد بالای مادرم شکایت میکنم. رویا چای می نوشی؟ نه خیر، ما آمدیم که امروی در مورد یک چیز گپ بزنم. زیاد اینجا نمیمانم. در مورد کار است. یک موضوع بسیار مهم است. بیا ما هم حال می رفتم. فخریه آمدی؟ راستش آمدم اما اینجا در ظرف چند لحظه چی کارهای اتفاق افتیده. ماشاءالله در منطقه ما در این روزا بسیار چیزا به سرعت پیش میره. روز خوش. روز خوش. رویا چیزی را که پیشتر دیدی. شاهین من اینجا اومدیم که برات بگویم به هیچ صورتی قرارداد را امضا نکنی. چرا؟ اگه قناعت دو چند ماشه تا بیشتر هم بساز قبول نکنی و گپ دیگه ای که مادایشان باید تغییر بدی. آقا نهاد چند لحظه پیش اینجا آمده بود. نفهمیدم. میفهممت. حالا در مقابلت یک آهنگساز بیکار شیشته. همراه آقا نهاد کدام جنجال کردی؟ یعنی درست است در قرارداد از بعضی حیله ها کار گرفته اما این موضوعات با گپ زدن حل میشن. ها خب ما به هر نوع حیله دروغ فریب به یک شکل دیگه جواب میتیم رویا. من امروی او به وجدان هیچ گپی بر گفتن ندارم رویا. موضوع را برش گفتی؟ نه شروع کرده بودم. خوب است. ما برش توضیحات میتم. آخر داستان باید یک جای نوشته کنیم. بشی. تو هنوزم اینجا ششتی؟ اول برو بیبی که مادرم چی میخواه. بعدا به محکمه رفته عریضه نوشته که حالا دیگه. بیبی مقبوله. دعا کو که مادرم خوب شود. اگر نه من خوب میفهمم که مادرت چه قسم به همی حالت برسه. امره مادرم کار نکده یک حادثه بود. مام خود حالا همی گپه برات گفتم میرم اصلی. ما خود کاری نکدیم. به یاد داری؟ حادثه بود. اصلی برو بیبی مادرم چی میگه. بالاخره آمدی؟ چیزی میخواستین؟ مرا استاد کن. میخواستین کجا برین؟ میخوایم در این منطقه کم قدم بزنم جانم. تو به خدایا ایره بیبی مرا میگه کجا میری؟ مادرت کار نکده که من بتانم بگردم. حالا کمی آیسته
مادر، خانه خاله گلترشان بره. مادر، مادر بخزن که خانه خاله گلترشان بره، کم راحت خواد شده. منم میخوایم که راحت باشم نزاهت. ما میخوایم جزا ببینم. میخوایم جزا ببینم. میخوایم همه امروز زیر زمین شوم دختره. قسم نگوین دیگه لطفا. این مصیبت های دختر ما هیچ وقت خلاص نمیشه. مادر مرحومم برام میگفت که مادر شدن بسیار سخت است. او میگفت اما من نمیفهمیدم. میسوزم اما خلاص نمیشه. نیغ آتش خاموش میشه و شمالم انصاف نداره. ما کجا میریم نزاهت؟ کجا میریم؟ کجا میریم؟ دختری که به خاطر به دست آوردن محبت خود بدون تو بود بسیار کوشید، اما این عشق فقط یک خیال است. تنها گذشت می توانست آنها را از دوری ابدی نجات دهد.
بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را. این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.